در ادامه مباحث گفته شده در تجربه‌های 11 و 12 به یکی از مهمترین سس‌های سر در آشپزی حرفه‌ای می‌رسیم. مایونز، سسی که پایه و اساس اون رو زرده تخم مرغ و روغن تشکیل میدن. و همونطور که میدونی، لستین موجود در زرده تخم مرغ باعث میشه این سس یک امولسیون دائمی باشه که ترکیباتش هرگز از هم جدا نمیشن، حتی اگر مدت طولانی در یک جا بمونه. بر اساس فرمول استاندارد و کلاسیک تهیه مایونز، 200 میلی لیتر روغن رو با 1 عدد زرده تخم مرغ مخلوط میکنم. به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی غذایی مثل سالمونلا، آشپزهای حرفه‌ای از تخم مرغ‌های پاستوریزه استفاده میکنن. از اونجایی که مایونز سسی هست که برای اهداف متفاوتی میتونه استفاده بشه، پس بهتره که روغن مورد استفاده در تهیه اون روغنی باشه بدون مزه و بوی خاص. از طرف دیگه اسیدهای متفاوتی هم میتونن در تهیه مایونز مشارکت کنن که هم به مایونز مزه میدن و هم در غلظت اون مؤثر هستن. اسیدهایی مثل انواع سرکه‌ها و یا آب لیمو. زرده تخم مرغ رو با مقدار کمی آب مخلوط کن تا زرده نرم بشه و راحت‌تر بتونه روغن رو جذب کنه. اگر دوست داری میتونی در همین مرحله اسید مورد نظرت رو هم اضافه کنی. مرحله ابتدایی اضافه کردن روغن بسیار مهمه که باید دقیق انجام بشه. روغن باید درون زرده تخم مرغ کاملاً با ویسک زده بشه تا به ذرات خیلی کوچیک تقسیم بشه. این همون مرحله ابتدایی هست که امولسیون شروع میشه به درست شدن. اگر روغن به مقدار زیاد و با سرعت به زرده اضافه بشه، ذرات روغن به اندازه کافی خرد و شکسته نمیشن که بتونن با زرده ترکیب بشن. پس لطفاً به نکاتی که گفتم دقت کن. تا جایی باید روغن رو اضافه کنی و بزنی که سس به شکل یک قله ثابت روی ویسک باقی بمونه. اون موقع است که به غلظت درست مایونز دست پیدا کردی و با مصرفش لذت میبری.